کتاب در لغت عرب به معنای الجمع و الضم، جمع و ضم. در زمانهای قدیم مردم وقتی که کتاب می نوشتن ورقها را گرفته می نوشتن، بعد از اینکه جمع شد آن را می دوختند. انا همین دوختن را هم کتاب می گویند. یکی از سببهای کتاب از کلمه جمع گرفته شدنش اینکه در یک صحیفه چندین کلمه ها جمع آمده، جمله ها جمع آمده است. اصل کلمه ها از حرف ها جمع شده است. وقتی که حرفی را به حرف ضم میکنید کلمه میشد، کلمه را به کلمه ها جمع میکنید جمله میشد، جمله را به جمله ها جمع میکنید کتاب میشد. بنابراین حضرت سلیمان اگرچه مکتوبشان عبارت از یک جمله بود او را کتاب نامیدند و بلقیس هم وقتی که مکتوب حضرت سلیمان رسیده رفت گفتند که اینی القی الی کتاب کریم، به من یک کتاب کریم فرستانیده شد. یک مکتوب را کتاب گفت، یک کتاب کریم فرستانیده شد. و حضرت سلیمان هم وقتی که نوشتن اذهب بکتاب هذا، رو این کتاب مرا بر، گفتن کتاب نامیدن، حالا آنکه در آن یک جمله بود. بعد اینکه گفتن که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمین، کلانیگری نکنید بر من، کبر و غرور نکنید، و اتونی مسلمین، به نزد من مسلمان شده آید. انا همین کتاب بود. کتابشان عبارت از همین جمله بود لیکن کتاب نامیدن برای آنکه چندین حرف ها و کلمه ها در اینجا جمع شده است. بنابراین عرب ها هم میگفتند که تکتب القوم اذا اجتمعوا، اگر یک گروه مردم جمع شوند میگفتند که تکتبه، یعنی اصل کلمه کتبه یعنی جمع شدن است.